و اما رسیدیم به 40 جاویدنامان ایران. 40 روزی که انگار یک قرن گذشته است. 40 روز است که خاک امانت دار 40,000 کوه استواری است که مظهر شجاعت بودند. 40 روز است که ذره‌ای از داغ دلمان کم نشده است. 40 روز است که صدای پدران و مادران داغدار در گوشمان میپیچد. 40 روز است که عاشقان به جای معشوقشان سنگ سرد قبر را در آغوش گرفتند. 40 روز است که اشک جا خوش کرده است در کنج چشمان. 40 روز است که همچون سایه‌ای در رویش مداوم نور رنگ باخته ایم. 40 روز است که حالتهای غریبی که دلهای نفرین شدگان زمین و زندانیان آسوده زمانه نمی‌شناسند در ما به هم آمیخته است. 40 روز است که خود را تسلیم این موج ناپیدایی کرده ایم که شتابان به دوردست این دریا می رود و ما را نیز بی خویش می برد. 40 روز است که زمین و زمان غرق در خون است. 40 روز است که آسمان با خورشیدش سخن نمی گوید. 40 روز که سهل است 40 قرن هم بگذرد این داغ تا ابد در دلهایمان تازه میماند. در برگ تاریخ این سرزمین بنویسید این روزهای سرد و تلخ چه بر سر بازماندگان آورد. بماند به یادگار از سوگی که هماسه شد. به یاد جاویدنامان عزیز سرزمینم ایران.